یک دقیقه از تاریخ ایران، قسمت اول: هخامنشیان. مؤسس سلسله پارسیان، هخامنش از امرای پاسارگاد و بزرگان پارسی بود که در حدود سالهای 650 سال قبل از میلاد مسیح در میان قوم خود حکومت میکرد. بعد از وی پسرش چئیش با انضمام قسمتی از خاک ایلام به نام سرزمین انشان سلسله هخامنشی را بنیان نهاد. پس از چئیش نوبت سلطنت به پسرش کوروش اول، سپس به کمبوجیه اول و بالاخره به کوروش دوم یا کوروش کبیر رسید. کوروش بعد از جنگ با آستیاک و برچیدن سلسله ماد وارد اکباتان گردید و بعد از کشمکش‌های محلی فراوان در حدود سالهای 546 قبل از میلاد به طور رسمی به عنوان پادشاهی ایران تاجگذاری کرد. یک دقیقه از تاریخ ایران، قسمت اول: هخامنشیان. مؤسس سلسله پارسیان، هخامنش از امرای پاسارگاد و بزرگان پارسی بود که در حدود سالهای 650 سال قبل از میلاد مسیح در میان قوم خود حکومت میکرد. بعد از وی پسرش چئیش با انضمام قسمتی از خاک ایلام به نام سرزمین انشان سلسله هخامنشی را بنیان نهاد. پس از چئیش نوبت سلطنت به پسرش کوروش اول، سپس به کمبوجیه اول و بالاخره به کوروش دوم یا کوروش کبیر رسید. کوروش بعد از جنگ با آستیاک و برچیدن سلسله ماد وارد اکباتان گردید و بعد از کشمکش‌های محلی فراوان در حدود سالهای 546 قبل از میلاد به طور رسمی به عنوان پادشاهی ایران تاجگذاری کرد.